بیایم با هم پیشرفت تخریب بتلفیلد رو با هم ببینیم. برو بریم. خب بتلفیلد 4 رو میبینیم سال 2013. چه ثابت وایساد دیگه. تایمر خودش خوب بوده. خب بتلفیلد 2042 رو میبینیم سال 2021. خوب بد نیست اینا. نسبتاً بد نیست. بتلفیلد 6 رو ببینیم چه تخریبی واسه ما. او پشمام چه خوب، چه خوبه، محشره، عالیه به نظر من، عالیه. نظر تو کامنت ها بنویس حتما.